خب اینجا یک سوال تعجیلی آمده است. همین من سوال ها را خوانم از شهر فرغان تپه از نام یک گروه زنانی که مخلص شمایند. در افریقا برای زیاد کردن شهوت برای مردها داروها میفروشند. آیا همین داروها را فروختن درست است یا نه؟ در افریقا داروهایی میفروشند که شهوت دو چند میکند، سه چند میکند، 10 چند میکند. خب مردها همین را استفاده میبرند. همین درست است یا نه؟ اکنون من فکر خودم بیان میکنم که اگر برادرای عزیز ما که دارو فروشند، این دارو را فروختن اصلش گناه نیست، فقط برای آن کسانی که اگر همون ریسپت داشته باشند خوب میشد اگر احتیاط میکردن که همین دکترها جوانای هستند که امروز اکثریتش خنکی زدگی هستند، خنکی دارند. همگان میدانیم که وقتی که جوانای ما را که خنکی زد، الکی شهوت او قریب که از بین نرود. اگر این گونه جوان صاحب زن باشد و برای شهوت خود رفته دارو خرید کند، درست. یا موی سفیدهایی که قوت همون توانایی اونا هم از بین رفت است، لیکن با طریق همون داروها میتونن که مثال شهوتش را بار دیگر زنده کنند و به عائله های حلال خود اگر یک جای شوند، برای اینا هم درست. ولی برای جوانهایی که قصد زنا داشته باشید، حالا بینید برای منم گوشزد شدم که در دوشنبه مکانهای مخصوصی بود که موی سفیدها دارو خورده و به همون مکانها میرفتند. به نام خدا موی سفیدها را دیدن که همون خانه هایی که دخترای فاحشه جمع شدن، داروها استفاده برده و همون خانه ها میرفتند. اگر ما دانیم که همین انسان به همین خاطر دارو میخرد، همیشه دانیم اگر گویم نداریم اینش بهتر است. پرسد اگر دارو داری، گویم نداریم، اینش بهتر میشود. برادر فکری من همین است. باز ممکن دیگر جایها پرسید، باز یکان چیز علاوه اگر داشته باشن کنند. خب منافق چی کس است؟ پنجم سوال شما، منافق چی کس است؟ منافق برادرای عزیز، دوستای خدا میگویند که منافق مثال حاجتخانه است. حاجتخانه است. منافق خوب مثل حاجتخانه است. گفتن چی خیلی؟ حالی شما اگر حاجتخانه ها را ببینید، بیرونش بی نهایت زیباست. بیرون حاجتخانه بچنان زیباست، اونقدر سکه و صورت دارد، لیکن در داخلش نجاست دارد. منافق گفتن مثل حاجتخانه است، بیرونش بسیار زیباست، لیکن درون او خلاف زبان اوست. زین خاطر گفتن این منافق است. هر کی زبانش دیگر و دل دیگر، تیغ بباید زدنش در جگر. هر کی زبانش دیگر است، دلش دیگر است، این منافق میگویند. برادر عزیز، حکم حاجتخانه بیرونش زیبا، داخلش نجاست. خب ششم سوالشون، کرامان کاتبین غیب را نمیدانند، چگونه نیتی نیک در ثواب، نیتی بد تو را گناه می نویسند. از کجا نیتی تو را می دانند؟ خیلی مادرای دانشمندند، مادرای خوب، خوش به حالتان مادرای عزیز. زن با سواد باشه، فرزند او با سواد می شود.
زن با عقیده باشد فرزندش با عقیده می شود. در زندگی هرچی انسان بوی می دهد زن عقیده ندارد، زن سواد ندارد، بسیار مشکل است. اگر زن عالمه باشد، دانا باشد، اگر با فهم باشد، با اندیشه باشد، من در حیات می دانم که بسیار مردهای بیسوادی بودند که زنهای دانا داشتند، زنها همون زندگی را در اوج عالی برداشتند. اگرچه مرد بیسواد بود، مرد بیخرد بود، لیکن زن وی هدایت کرد. زن سبب زندگی خوبی وی شد. خواهرای عزیز، کرامن کاتبین غیب نمی دانند و جز پروردگار کسی غیب نمی داند. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سوره انفطار. الله میگه کرامن کاتبین میدانند آن چیزی را که شما میکنید. هر عملی را که میکنید، خیر باشد خیر مینویسند، زشت باشد زشت مینویسند. ولی نیت از کجا میدانند؟ نیت. من بر دلم یک نیت میگذرانم که از داخل سینه من فقط الله آگاه است و من خلاص دیگر کسی نمیداند. حاضر من چی میدانم در داخل سینه های شما چه نیت هاست؟ شاید اینجا شخص نشسته است که به نهایت موعظه را دوست می‌دارد، و اینجا شخصی هست که برای سخنچینی آمده است. یعنی اینا چی بگفته باشند؟ چی میدانیم در سینه شما چیست؟ کسی نمیداند. این خاطر دوستای خدا گفتند وقتی آدم نیتی خوب کند، کرامن کاتبین ثواب بنویسد. و از کجا میفهمد؟ میگوید خداوند برای ملائکه ها کرامن کاتبین چنان قوه داده است که وقتی انسان نیتی نیک میکند از بدنش بوی خوش میبرآمده است. اونا میفهمیدن که در دل این انسان نیتی نیک گذشت، در او ثواب بنویسند. وقتی انسان در داخل دل خود نیتی بد میکنند، از وجودش بوی بد میبرآمده است که ملائکه ها میفهمیدن که نیتی دل وی بد شد، در او بدی مینویسند. این است خواهرای عزیز مصلحت صاحبای کتاب که از کجا اونا میفهمند نیت داخلی ما را؟ از بوی میفهمند، یا بوی خوش میبراید یا بوی بد میبراید. خیر احسان را من کردن، ما اگر پنهانی کنیم قبول میشود یا نه؟ مادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان، کی خیر احسان من کرده است؟ کسی خیر احسان من نکرده است. فقط از ما من کردن که آن معرکه هایی که ما داشتیم که میان شکن بودند و میان شکن شدند و هر روز باز یک نوع معرکه دیگر روز به روز می برآمد، حتی که تولد مادرها و پدرهایی که 10 ساله ها پیش گذشتند، 10 سال تولد مرده ها را قید می کردیم. از این دم بدتر هر چیزی که روز به روز می برآمد که میان شکن بود، خراجات هایی که فایده ما نبود، و بعد خیر احسان ها بنام که نامی 3 بیگه داشت یا 7 داشت یا 20 داشت یا 40 داشت یا پنجشنبگی و جمعگی و دوشنبگی داشت که نه در قرآن نه در احادیث ها خبری از اینها نیست، پیش رای اینها را گرفتند. برادر عزیز، خیر احسان کسی من نکرده است. ما در عقیده هستیم که خیر احسان ثوابش بر روح مرده های ما میرسد، ولیکن نه اینکه مخصوص روزی را من انتخاب کنم، بلکه هر زمانی که تو خیر میکنی احسان میکنی برادر عزیز، به خاطر روح پدرت، روح مادرت، به خاطر آینده و آخرت خودت کردن بگیر. کسی این عمل نکرده. اگر شما پنهانی پنجشنبگی کنید، شما اگر پنهانی دوشنبگی کنید، شما پنهانی اگر 7 و 20 کنید، اینش در پیشگاه خدا قدری ندارد. پنهانی هم که کنید، آشکارا هم که کنید، زیرا خلاف قرآن است، خلاف حدیث است.
تا خورنده هاش حتی که کتاب ها مذمت کردند، خورنده های این معرکه را. برادران شما پیشگیری کنین، دستگیری کنین و با فایده برادر مسلمان است، با فایده خودمان است. کسی من نکرده اینا نگیرین. این اقدامی که سرور دولت پیش گرفت، خدا داناست باور که چی مقدار خدا ثواب داده برای این اقدام خوبش، الله داناست. شما چیلی که فهمید؟ من موافق قرآن و حدیث میگویم. ده ها بار گفته بودم کدامی که اگر راضی نیست یا حجت و دلیل دارد، مرحمت برادر پیشکش کن. من همین با طریق همین صدای بلند خوانده هر یک فتوای تو، هر یک دلیلی تو در حجت میارم. یکی باوری دارم که حجت نیست، دلیل نیست. سیوم، معنای تقوا چیست؟ معنای تقوا آیتی که قبلا من خوانده بودم، ان الله مع الذین اتقوا. خدا میگوید من همراه آن کسانی هستم که اونا از پروردگارشان میترسند. یک معنای تقوا معنای خدا ترسی را میدهد. ابی ابن کعب همراه حضرت عمر بودند رضی الله عنه. حضرت عمر از ابی ابن کعب پرسید تقوا چی؟ معنای تقوا چی؟ چگونه این مادر از ما پرسیدند. حضرت ابی ابن کعب گفتند، عمر گفتند خدا شما را رحمت و مغفرت کند، یگون بار در میدان قدم زده که همش خارستان باشد، خار باشد؟ گفتم بله. گفتم وقتی که تو در همون خارستان قدم میزدی چگونه قدم میزدی؟ گفت دامن من برداشته بودم و قدم ها من احتیاطاً میگذاشتم که پای من در یگان خار نخلد. گفتم دنیا خارستان است و این گناه ها مثل خار هستند و بسیار پای خود با احتیاط گذار تا که در گناه نزند و این از اون معنای تقوا. برادر عزیز، اما همین از معنای تقوا که تو بسیار در حیات خودت هر کاری را که میکنی با اندیشه کن، با فکر کن که همین کار من پیشه گرفتم همین حرام است یا حلال، همین به رضاگی خدا است یا به رضاگی شیطان. اینا را اندیشه کرده بعداً تو قدم زنی، این معنای تقوا است.